اله کی است؟ ذاتش عبادت میشه، قانونش تطبیق میشه. 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شاگردای مکتب نبوت درس میداد که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. ما 13 سال چی که 13 ماه هم درس عقیده نخواندیم. اگر 13 ماه درس عقیده نخواندیم 13 هفته خو میخواندیم، 13 روز هم نخواندیم. ریش ما در اسلام سفید شد، یک روز درس عقیده را از قرآن نخواندیم. مسلمان میموره، ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. یک نفر در موتر سوار شد، سر اسب خودم تو شتر سوار است. یک کس صدایش کرد، گفت شاعر صدایش کرد، گفت کاکا کجا؟ حج میرم. حج میری؟ این طرف ترکستانی خورش. گفت ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. این کتابی که تو میخوانی والله صاحب قرآن ختم کردیم، بعد از این حافظه خواندیم، بعد از این 5 کتاب خواندیم. آیا یک روز همی عالمی که 5 کتاب درس میته به خاطر الله شما جوانای مسلمان برین همی کتاب تحقیق کنین که مؤلف از اهل سنت است یا اساسات عقیده تشیع را بیان میکنه؟ ما با طفل خود بعد از خواندن قرآن اصول اعتقادی اهل تشیع را درس میدیم. باز از او که خلاص شد باز میم برش حافظه درس میدیم. لکن وقتی کتابش میخوانم بغیر از که انسان به فسق و فجایع دعوت بکنه، عقیده چی نیاز داره که تو به خاطر از که العیاذ بالله سر خالق نامهای دیگه بان، سر پیغمبر نام دیگه بان، خمار و خامر و شراب و فلانی؟ نه صاحب، این معنویات گپ میزنه و در دین از استعاره و از کنایه و گپا گپ نمیزنه. در دین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.